سلام بچه ها، محمد ایکسا هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه داخل این ویدیو اومدیم با یه ویدیو جالب. اومدیم که باکس هایی که داریم رو باز کنیم. یعنی این باکس هایی که داریم رو همه الان باز کنیم ببینیم چه چیزایی بهمون میده. اگر مثلا این باکس گروزو با این باکس تامسون نداد میدیم از داخل گیلد بگیریم، حالا ما میگیم داخل گیلد دیگه. خب بچه اول از همین بالا شروع میکنیم، از اونایی که کمه شروع میکنیم. این که این ویژه چون احتمال نداره بده، پس ما از همین اولیه شروع میکنیم. کینگفیشر میدم. خب معلوم اصلا خیلی بود نمیداد. این کینگفیشر دوم اینم باز میکنیم. خب اینم نداد. بریم ببینیم دیگه چی کم داریم. مثلا این کاتانا که اصلا نمیده، این کاتانا هم باز میکنیم. بعد مثلا این که چیز شرطه پرتیه همین باز میکنیم. خب ببینیم چی دیگه کم داریم. مثلا این، خب اینو باز میکنیم. خب اینو حالا بریم از بالا اونایی که 5 تا یه رو باز میکنیم. اول اینو باز میکنیم، یه دوتایی باز کنیم بریم شاید یه شانسی دار. حالا هیچ نمیده، اون مستقیم 5 تایی بزنیم بهتر. هیچ نمیده. 5% داد بشه. حالا این امدا خب ما امدا زیاد نیاز نداریم. حالا اگه بده که نمیده خیلی خوب بود. 17 روز داد. این اسکار که ام پی 40 بیشتر خودشو اینم میزنیم. یه باکس ست هم هست که همین اول 8 تایی این سته، اینم باز میکنیم. حالا اینا رو باز کنیم. خب کم کم رسیدیم به باکس های زیاد داریم میرسیم. این 4 تایی هم باز کنیم. اینا فکر نکنم بده، نمیده، کلا نمیده. میرسیم به این 5 تا. اینا که مال ایونت بود، کلی که مال ما جمع کنیم ویدیو که البته بزنیم. خود 2 تا شعبادی گرفتیم. اسکایسو با اسپاسشو گرفتیم. حالا اینجا چگونه اینو میگیم هیچ نگرفتیم، شانس نداره. این انفوره نیازم نداریم، انفورو بازم نگرفتیم. حالا این انفوره میشه شاید بچگونه است. دارم یه خاله رسیدیم به اسکار دوباره. این اسکار میرسیم به باکس. خب حالا از اینجا به بعد دیگه باکس های مهمیه. الان اول این اسکار یخی رو باز میکنه که من خیلی دوستش داشتم ولی بهم نداد، ولی بازم اسکار قشنگه. حالا این باکس این 3 تا بچه آخر میزنیم. پس این الان این تامسونه رو باز میکنیم. تامسون هم نداد. حالا اشکال نداره، تامسون رو میخریم. گروزا دیگه باید بده، اینقدر دیگه قطعا باید بده. گروزا هم نداد، عجیب. اینم باز کنیم. اینو بالا تنش هم داد، مسکش هم داد، شلوارش هم داد، کفشش هم داد، کفش زمینش هم داد. و چه چیزایی بچه گرفتیم ما. خب حالا بریم این داخل این گیلده اینجا سری اینا رو بگیریم. باکس گروزا 4 تا گروزا رو بگیریم. الان هم می‌خواستم اینجا باز کنم. خب 300 تا میشه. اینو باز کنیم. اینو اصلا نداریم، چه شانس بدی داریم ما. اینو باز کنیم، بازم نداد. یعنی بدشانسی آوردیم کلا. این ستش هم اینه دیگه. این ست هم اینه. بچه مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. بازم ما نتونستیم بیشترش بگیریم، خیلی ببخشید، ولی حتما ویدیوهای دیگه رو تو چنل میذاریم. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. فعلا.